روزی مردی سوار بر الاغش به یک جالیز خربزه رسید. خسته و تشنه زیر سایه درخت گردویی که در کنار جالیز بود رفت و آنجا دراز کشید. او که از دیدن بوتای خربزه و درخت گردو به فکر فرو رفته بود، پیش خودش گفت: درخت گردکان به این بلندی و درخت خربزه، الله اکبر. من که از کار خدا هیچ سر در نمی آورم. آخر چگونه است که خربزه‌ای به آن بزرگی را روی بوته‌ای به آن کوچکی و گردویی به این کوچکی را روی درختی به این بزرگی آفریده است؟ در همین فکر بود که ناگهان گردویی از شاخه جدا شد و به پیشانیش خورد. مرد به خود آمد و دست به دعا برداشت و گفت: خدایا شکرت، حال میفهمم که اگر خربزه‌ای به آن بزرگی را روی درخت قرار داده بودی و اکنون به جای گردو آن خربزه به سرم خورده بود، چه بلای وحشتناکی به سرم می آمد.